Знак действия до знака или Все до знак следующего одинаково. Все перекрестка? знак одинаково. Ну и что? Все знак одинаково. Почему До знака вы не не имею права. подчиняете знаку? Я отъехал от него 15, даже более 15 метров, командир. Сколько метров отъехал? Метров 50, Неважно. правильно? Табличка есть? Нету. Ну как Тогда нет действие таблички? до перекрестка или до следующего знака. Ну я сломался, допустим. А Ну, что я должен сделать? Если сломался, Ну? надо дорожный знак поставить. Ну я аварийка Когда стою. я вас ехал, когда права у вас сказал, предъявите, пожалуйста, потом вы включили аварийный знак. Нет, она включена была. у меня. Не. Есть камера у вас? Снимали вот когда подъезжали? Не камера. Вот знак. Ну, покажите, что видео, что я на аварийке стоял. Я снимаю, это же точно знаете, да? Да, снимай, пожалуйста. Все хорошо. Не надо нарушать закон. Но я не нарушаю. Надо уважать закон. Я уважаю. Гости, Я в будьте- гости. Я уважаю вас. Будьте Я вежливо и уважайте наш закон, подчиняйтесь ему. Я подчиняюсь. Приехали, пожалуйста. подчиняюсь. Ну надо уважать закон. Я уважаю закон. Снимай. Снимай. Нормально снимай. Чтобы знак видно был. Ваш Мы на машина. телевизор смотрели. Что, в гости? Никто не должен остановиться. Что сказали? А гости? Президент сказал. Ваши. Гости, если гости, ну, надо уважать закон. Вот Что знак наш стоит. закон для вас не касается? Ну я отъехал от знака. Вот знак, где табличка знак. 15 метров? Остановка запрещена до знака 15 метров. После знака 15 сказал? метров. Я сказал. Покажите книгу вашу. Правильно, дорожное Покажу. движение. Вашу покажите. А у нас Покажите написано, ваши. если Вот табличка знак стоит, нету я 15 вижу. метров, если до знака или до следующего перекрестка, надо книгу Я хорошо читать. читал. Я хорошо. Все я уже. хорошо не читал. Я все У прекрасно читал. Российской Федерации Таджикистана одинаковые правила дорожного движения. قبل از دیدن برنامه در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. بیننده عزیز و گرامی، شاهرخ سعید و رستم امامعلی دو دوست قدیمی، کنترال و رگولاتورهای تجارت و بازار نارکوتیک در تاجیکستان را به دست خود گرفتند. اکنون در این تجارت میلیاردی ظاهر و شمس الله صاحب وفا، دامادهای امام علی رحمانوف، حسن و محب الله اسدالله زاده ها، خسر بچه های پرزیدنت تاجیکستان و کامل میرزا علیه و رئیس اداره راه آهن تاجیکستان که نهنگ های نرک بیزنسند، بدون شراکت و هماهنگی با شاهرخ و رستم در این بازار جای خود را از دست خواهند داد. یا با این دو نفر کار میکنند و یا کاملا از تجارت بیرون کرده میشوند. شاهرخ و کمانده وی که از شمار کارمندان ملیسه شهر و برخی دیگر از افراد کسب و کار گوناگون به شمول حتی قاری و تجارت مواد مخدر نارکوتیک مشغولند. به خاطر دریافت درآمد از این تجارت به بدترین کارها دست زده ایستادند. در نوشته های پیشین اصلاح ما در این باره گفته بودیم برای آنکه منظره آشکارتر و معلومات بیشتر داشته باشید اینجا از یک نوشته پیشین امان استناد می آوریم. و اما شاهرخ با افراد نزدیک خود دست به عملهای زده ایستاده است که بسیار هم خطرناک و عواقب خوب ندارد. شاهرخ با تجارت نارکوتیک سخت مشغول شده است، اما از طریق و راه و اصولهای دیگر. شاهرخ با تشکیل یک شبکه از حساب سرداران شعبه های میلیسه در پایتخت از جمله سردار اور، اوبنان و سردار کار با نابالغان که صیاد نام دارد و از دنقره است بار یعنی نارکوتیک را از افغانستان میخرند، صفر و وجدت میکنند و میآورند دوشنبه، پس خریدار را یافته گپ زنان کرده در داخل بارج و شاک مانده آن خریدار را خودشان میخپند. خب البته این معلومات را یک کمی پیشتر در برنامه مخصوصی که در این قضیه داشته بودیم براتون گفته بودیم و آنچه که امروز میگوییم ادامه همان تحلیل و تحقیقات اصلاح است. یک نفر از افراد کاملا آگاه گفت که
باری کلانی که در 4-5 ماه اخیر در دوشنبه به دست افتاد کاری دستی همین هاست. پس تابید است. معلومات هم از خودشان است. اینها همه آدمان شاهرخند. با را میخرند نشان میدهند. مثلا از سرحد مسکوسکی فرخار خمسنگیر شهرتوز همدانی میخرند خودشان. از سرحد افغان میگن یگان آدم بگو بیایا بارا بگیرد برود ما سفر وجدت میکنیم. افغانا هم آدمانی خودشانند. آدم افغان میابد بارا میتید افغانستان و میگیرد میرود به خانهش رو چاک ماندگی. خفاش میروند چون ادرسه میدانند میخپنش. یعنی حیله عجیب و غریبه. حاضر رزولتات فقط همین خیلی نچلنی که ابنانش دیو کلیشکا دارد و از کلاب است. او هم از کلاب همه را پستاوا کرده ایستادند. این نفر آگاه گفت که خودشان بارا از قرقیز و ازبک و قزاق و روسیه میزنند. 4-5 ریس میزنند. یک نوبتش را رزولتات نشان میدهند. یک کسی دیگر از گروپ همین ها از زندان با راه برآمد. وای 100% فهمیده و میخواست این همه را به رمضان رحیم زاده وزیر داخلی و اس یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بگوید، اما برده زدند و امور بچه از کلینین بود. همین صیاد نابالغا با ابنان و اور زدگیند. یگان کس جلب و شکایت نکرد. حتی کریشه ما شاهرخ گفته کسی را گوش نمیکنند. آن بچه را در تاپ ماندند و میزنند و میکشند. شاهرخ از اور جای پیشنهاش قریب 30 کس را همراهش آوردگی است. در چند وقت اخیر قریب 300-400 کیلو رزولتات نشان داد. 4-5 ماشین میروند میخرند. لیچن صیاد خودش میخرد میآورد. ماشین هایشان 0010-5000 پریاموی بارا میزنند. لکسوس و کمری نمرای بجایی میزنند. اکنون در این قسمتی برنامه بیننده گرامی بیشتر درباره گروه گنرال مایور شاهرخ سعید زاده سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه نزدیکترین دوست رستم و بچه خواند امام علی رحمانوف که سر و صداها درباره آن که وزیر کارهای داخلی آینده تاجیکستان میشوند معلومات میدهیم. این معلومات ها را یک از اعضای کمانده خود شاهرخ به ما توسط یک نفر دسترسی ما نمود. بنابر معلومات های وارد شده به اصلاح، این منبع در این گروه یک نفر است با نام قاری الهام. او را احسان الهام و قاری الهامی چارتوتی هم میگویند. بارهای گروپ رستم و شاهرخ را از نونای همین قاری آبلای میکند. 100 کیلو 200 کیلو و از این هم بیشتر. اگر در یاد داشته باشید سالهای پیش نارکوتیک جمع شده مقامات را در پیچکه یعنی بخاری مخصوص اگنتی مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد نشئه‌دار میسوزاندند. آن وقت این نهاد مشترک سازمان ملل متحد و تاجیکستان بود و سازمان ملل متحد قسمی اساسی بودجه این نهاد را پرداخت میکرد. اما حالا این کار را دیگر نمیکنند. نارکوتیکای مصادره شده نهادهای قدرتی کشور را این گروه ها میگیرد و وارد بازار و صادرات میکنند. لوبای کس را با باری کروپنی میقپند. دروغ گفته علاو زدیم ولی بار را با خودشان میگیرند و میفروشند. گفته می شود که حاضر در این گروه شاهرخ و رستم برادر کامل میرزا علی و الهام چارتوتی بویمی نو و خود کامل میرزا علی کار میکند. یک سیت شبکه مقتدر بین المللی تشکیل کردند. نفر یا مهره اساسی دیگر در این سیت نفر با اسمی اکمل است. این اکمل اصلا نای با ازبک ها کار میکند. سال گذشته اکمل را امنیت در دوشنبه با پارتیای کلان قپید. این اکمل از مسکوسکی همدانی است. آدم نزدیک کامل میرزا علی. همین اکمل پارتیاهای به حد کلان نارکوتیک را با بیرون مخصوصا ازبکستان برآورده ایستاده است. اکمل را شاهرخ با میانه روی و پول کامل میرزا علی از سیزا اقدام برآورد. سطحش را عوض کرد به ندانیسینی تبدیل داد و برآورد، چون که اکمل در ازبکستان سیاست‌های ماشنی و با قوت دارد. گروه شاهرخ و رستم را وزارت کارهای داخلی هیچ کار کرده نمیتوانند. از دستش یگون کار نمیآیند. رمضان رحیم زاده پوش متهمی اینها شدگی است. کگب کردنش ممکن است، اما اینها هم جرأت نمیکنند چون اس دیگر وضعیتش بد است میدانید. چون که رستم در این گروه کلانی اساسی است و مبلغ‌های بزرگ هم دریافت میکند. گروه شاهرخ، رستم، اکمل، الهام چارتوتی، کامل میرزا علی و برادرش همه نمودی مواد مخدر را هم در داخل و هم در خارج بیزنس میکنند. هم گرین، هم افیون، هم حشیش و هم
متامفتامین و هم کریستال و غیره مواد مخدر و مدهوش کننده. KGB اگر بخواهد 2 کره 2 دیگر بار اکمل را میقپد. بار کروپنی در خرانینیه های همانش در کمترین سوال و جواب مثل بلبل همه را میگه. بله بیننده گرامی، حاضر لوبای باری را که میقپند شاروخ حل میکند، اما کار اساسی اینها پادستاوا کردن است. در آخر سال گذشته KGB ریزولتات نشان داد. نخواد ما قد همون فلانیاچه ها نشویم. ساعت $150,000 بتین ریزولتات کنین، گفته شاروخ کارمندانش را سخت تهدید و تاکید میکند. اما این همه برای پکازوخا پوبلیکا. در اصل حاضر شاروخ نه فقط در داخل، همچنان گفتیم از مرز هم آشکارا وارد کرده ایستاده است. شاروخ صیاد سردار کار با نابالغان در OED دوشنبه را از کار پیش کرد. اکنون آدمانی سخت به خودش وفادار را در ابنان و اور نچلنیک مانده است. هر بار را تشکیل کرده به واسطه دیگرها داده آدمها را پادستاوا کرده قپیده ایستادند و برای رهایی آنها مبلغ‌های کلان گرفته ایستادند. مثلا 100 کیلو بار را چند بار به بازی می درآورند، به یک نفر می دهند، او را می قپند، از وی هم پول و هم بار را می گیرند و باز به نفر دیگر می دهند. آن نفر را هم قپیده هم پول و هم باز ابردنا بار را می گیرند. اینجا در حقیقت یک دهشت رفته ایستاده است، چون که مسیر حرکت خودی بار نارکوتیک را کاملا زیر نظارت دارند. چند روز پیش 4 افغان را در سرحد زده کشتند و اعلام کردند که تروریست ها بودند. اتومات و تیر و مواد مخدرشان مصادره شد. والله همش دروغ است. آن افغان ها خودشان گپزنان کرده بودند با اینها. آنها همش شده کوریر، همین خدر فقط کوریر بودند. نفرانی که بارهای نرک بیزنس ها را از افغانستان به تاجیکستان بر عوض مبلغ ناچیز میگذرانند بودند. بارشان را گرفتند و خودشان را کشتند. ما افغان های را میدانیم که در دوشنبه و خوجند سودا میکنند، تجارت عادی دارند. اعضای گروه شاروخ و رستم به پیش آنها میروند و با 1001 وعده و پشتیبانی در تجارت و شرایط حقوق زیستشان میگویند که برای ما کانال کابید، ما در همانجا سون را میدهیم. سرشان را میتابند و به گپ میغلطانند بیچاره ها را. در این گروه شاروخ و رستم پگرانوای است که KGB هم شریکند. حاضر فرمانده مرزبانی هم خدای امام علی رحمانوف از خسری سامانی همتون میدونید. خلاص همین قاچاقبران افغان را هم آدمهای همین ها به دام فریب انداخته از آن طرف آورده ایستادند. اینجا نه تروریست است و نه اکستریمیست، هم بال تاجیکا. اگر آنها تاجیکا بودند حالا رحمانوف در تمام دنیا اعلان میکرد که اینا تاجیکای انصارالله یا داعش از افغانستان هجوم کردند. اینها همش رو خودشان کرده ایستادند، هم پول کار کرده ایستادند، هم نشان داده ایستادند گویا که بر ضد قاچاق مواد مخدر مبارزه به امان میبرند. اما والله قسم به خدا همه آن نارکوتیک ها رو خودشان تصرف و غصب کرده از ازبکستان و قرقیزستان سر کرده تا روسیه و اروپا بیزنس میکنند. ببینید پیشکی می آیند راه ها و پیره ها و کوه و پشته ها را حالا هیچ گپ و خبری نیست. ویدیو میکنند و نوار میبردارند. راه را ویدیو میکنند که از اینجا قاچاقچی ها می آیند. پیشکی آخر تو از کجا میدونی که تروریست یا قاچاقچی می آید و آن هم شب می آید و تو کامera کرده رفتن میگیری. یک روز دو روز فقط در تاریکی راه رو سیمکا میکنند گویا که کوفتی هستند. یک سیستم کاری امام علی رحمان و مقاماتش برای همتون معلوم است. همین خیل میزنیمشان میگویند و بعد نوارا در تیوی ها پخش میکنند. دیگه آوازا میکنند که انمو گفتیم امام علی رحمان و پوچای عالم دزد قپیدیم گفته. گپ خود رحمان فیکا همت میدونه. باور کنید که یگان توی این بنام عملیات ها پروستا تک نیست، همش بنقشه و همش پادستاوا. یکا با فلان جا را بیو ترا در فلان جا سرچت میکنن، برا میتی سونتا میگیری میرای، اما با فلان جا که آمد میزنند و میکشند. آن بیچاره از تگ گپ بخبر است. اگر اسپید کرده به قفا میگریزد و طبیعی است که جان شیرین بارها را میپرتاید و آنها بار را میگیرند و خلاص دیگر گویا که تروریست قپیدند. حاضر این کارها را 3-4 بار در سرحدی پنج کردند و افغانها را پروندند.
начальники кадами 5 ё ай кангирта ё ай фархор беҳад падар лаънати даррандаай. ба ҷуз аз ин боз информатор бузҳо доранд. инҳо маълумот медиҳанд, сипас мераванду меёбанд, вале основнои ин гапа дар либоси харидор медароянду афғонҳоро дар лавушка меандозанд, худашонро мекушанду борашонро мегиранд. чунки дигар афғонро кушти касе намепурсад ки чаро куштиш, тамом дигар. аммо маълумот аз Акмали Збичи ки асосии ин группа хеле зиёд аст. вай бузӣ ҳам мекунад, одамҳо медонанд ки ба кӣ, кай ва чаро 50-100 ҳазор доллар додааст. ва лозим бошад дар барномаҳои баъдӣ ҳатман аз он низ маълумотҳои дақиқу ҷолиберо барои шумо таҳия мекунем. مهره‌های اساسی در پسی پرده و توسعه شبکه. یکی از دیگر آدم‌های اسنادهای گروه شاهرخ و رستم، سفرزاده منوچهر اسلان بیگ، سردار اداره نتریالی نتروسی ولایت ختلان است. بارهای شاهرخ و رستم را اساساً همین نفر از طرف شوراباد می‌آورد. اگرچه او را برای وزارت عدلیه حکومت رستم امامعلی این گروه نفری مناسب می‌داند، ولی خود وی می‌گفته است که اینجا با باوری را نیستند و گفته ایستاده است که ای فلانی اشیاء ها را نر و مادرش فلان کردن در کار. با اینها اسمت دولیک با وفا بود و از همه بیشتر خوبی کرد. همون ندیدی ای اویله چخیل کردن. با یک برادر نزدیکش همین گپا را زدگی ای که ای همه اسمت دولیک با اینها نزدیک بود، خدمت میکرد، اما با چه حال آوردنش. اینا لوبای کس همین خیلی میکنند. نفر دیگر گروه شاهرخ و رستم حاجی امین جان، نشالنیک و گلاون راست سردار شعبه کافتکاوی جنایی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه است. این هم بار میکشاند. چند وقت پیش بچه‌های ایرپورت را قاپیدند و 2 هفته محکم کردند. 520,000 دلار یک تویوتا پرادوی سالی براریشی 2025، 2 لکسوس 570 براریشی 2022 یا 2023 را گرفتند. آن بچه از جبر اینها خانه و در و همه چیزش را فروخت و خانه سلات شد و حالا در بیرون از کشور قرار دارد. گفتنش که دیگر یگونجا دهانتا واز میکنی اوچتا فلان میکنیم. سرد میتیم ای تریتوری تاجیکستان برا گم شو. اگرچه از وی بار گرفتگی نیستند، بیهوده به هیچی شاهرخ شخصا خودش تاکید کردگی که برا تیز گم شو ای تاجیکستان. اما گپی این کار برآمده است. شاهرخ این مقدار پولی نقد را یکجا با زیر دستانش حاجی امین جان و همان صیاد گرفتند. این کار را همه میداند. باز شاهرخ با کارمندانش گفته است که این پول حق بالا حق رستم است. انا گپ در اینجا است که این آدمی حالا هوی خورده با اینها کار نمیکرد. دادرش را آوردند با 1 گرم گویو قاپیدند. نگاه کنید، با 1 گرم میان میقاپاند. از قفای دادرش خودش را قاپیدند. گفتند که خیز بیا. دادرت افتید و او را زدند و در تاپ ماندند و با گردنش بار کردند و همین طور به هیچی با تهمت 500,000 دلار و ماشین های گران ارزشش را گرفتند. این کار سال 2025 شدگی بود. اما نقشه عملیات را اساسا صیاد طرح‌ریزی و تشکیل کرده است. سومها را نشالنیک اوبنان حاجی امین جان، نشالنیک اور و صیاد گرفتگی‌اند. شاهرخ صیاد را در راسپریژنیه کادرمان از بخش کار با نابالغان گرفت. گفت که گم شو، تو پلیدی، همه را بدمون کردی. بارها را همه‌اش را همین میبرده است. با همون کیمری که رقم دولتیش 153 تنال، یعنی 50 دو تا صفر است. شاهرخ لیچ نگفتگی که تو 1 نیمه شو گپ و چپ زیادی بد شده ایستاده. KGB ای قفامون کار داره. 1 نیمه شو برادر دیرکتور بزرگ کاروان در جای صیاد سردار بخش کار با نابالغان میلیسه شهر دوشنبه شد. شاهرخ او را دبری خودش آورد. شاهرخ صیاد گفتگی که همه دنی ها را دادگیم. ایتری فلانی آچه در درون خودمون بوده، بز ای درون خودمون شیدسته. اما صیاد تحت شبهه و گمان افتاده است. به بلا دوم به مرحوی ندارد. همین اینفرماسیا ها را توچ نگفته به اصلاح رسانده ایستاده است. سفرزاده منوچهر اسلان بیگ قسم زیادی کارهای این گروه را پیش برده ایستاده است. از طرف سرحد مسکو که همدانی هم بارها را برده ایستاده است. نشالنیک نتریالی ولایت ختلان اگر 300 تا به شاهرخ و رستم زند، 100 تایش را به خودش گفته است. از اینها دیگر هیچی فایده نیست گفته. منبع ما از میلیسه شهر که این معلومات ها را در اختیار ما گذاشت گفت صیاد حالا هم
برای آنها بار میکشانده است. همراه منوچهر سفرزاده صیاد پارالل نبارهای زویر را هم میکشاند و همراهی بارهای وی یک مقدار بار خودشم با پول به سودا میرساند. زویر بارش را عدل نمیدهد. زویر با رستم یک جویا میزنه، اما گاه خودش تا قم میفروشه بدون آگاهی رستم خبر نمیکنه. اما اینها کوریرهای پول نینی دولنگی دارند که مورد کپک کار فرمودستان 50-60 تایی به خودمان زدن در کار. طرف همان آدم منوچهر سفرزاده گفته است که پلیوبوم و به خودمان هم باید 50-60 تایی کار کنیم. اینها بار را اساساً از همدانی مسکوسکی زده ایستادند. صیاد در اسپریژنی کادر باشد هم ولی تیخریک بار زدیسته کار کردیسته. منوچهر به همان رفیقش باز گفته است که محمد اقبال بهوده اینها را کنار نکرده است. راست میگوید، اینا را فلان کردن در کار. گفته است منوچهر اینا وفا میکردن به اسمت میکردن، نه رو مودش فلان کردن در کار. پکه شانس است اسپولزوت باید کرد. منوچهر سفرزاده دایم همین گپ رو میگفته است که از شوراباد و همدانی پستایا بار میکشیم، اما کدامی که پلیونی میشود ای زنی زویر را فلان کنم هیچ کار یگون گرم پدیرش نمیکند. سخت نامرده ای زویر. خیلی معلومه که زویر نامرده. منوچهر گفته است که با بهانه همینا را هم پکت اینجای با ازبک و قرغیز میزنیم اینامی همینا دیگر پول نیروس میزنیم و فایدهش یک زندگیمون راست میکنیم. ولی این فلانی زنا هیچ وقت وفا نمیکنند. ایو سه گوری استفاده میبرن. اسمت تا رزمیری خب زیرپوشی عزیز ما را از خریدن زیاد میدانست که رزمیری زیرپوشای عزیز ما چنده می خرید می برد. این مردم بسیار نامرد و ناجوان مردن. منوچهر در تمام جا فقط از نام همین کتا ها گپ میزند. خودش مردمی چپایوی کلخوزو بوده. کم چپایف در کلخوزو بوده، فقط ممکن بوده یگون جا دیگه باشه ولی چپایف است. وقتی اسمت دولی که حمایت میکنه مقصد میفهمش، یعنی چپایف کلخوزو بود. باز در این گروه یک نفر دیگر است که او را شفچهش میگویند. این شفچه هم مثل صیاد و منوچهر بار این گروه را میکشد. یک اکای این شفچه در انویدی گنرال است. در پریوسکای بار گروه از شوراباد و همدانی همراهی میکند. سفرزاده منوچهر اسلامبه گفته است که اینا با کسی وفا نمیکنند. یک نفر کتزن دیگر بود با نام مدیر عیسی که 10 مردم میگفتنش. البته همه بیننده اصلاح از اون یعنی که آگاه هست که چه خلق قپیدنش و چوپانش هم میگفتند. وای برای زویر بار آماده میکرد، برای زویر بار آماده میکرد و وقت باروتی کال سردار ملیسای دوشنبه بود قپید. وقتی او را قپیدن گفته است که ای بچه شما دیونه این کریشای فلانی یعنی زویر زنگ زده گفتند که همی یعنی که همی مدیری سو با تو پکزنی داد. زویر گفته است که یک نیمش کنی تاق خودش برود، تاق یگان کسی دیگر به کلا نگیره. شاروخ 3-4 معاون دارد که همه ای کلوبند. 10 روز پیش در جای شاروخ یک بازداشت شده را با تاک زده کشتند. از دوی متاش پریده خودش را پرتافته کشت گفتند. همین حاجی امین جان و کارمندانش میقپند. اما این طور شدنش یعنی از تریزه پریده خودکشی کردن درست نیست. یعنی این کاری تهمت دروغه، چون که وقتی دستگیرش میکنن سرز ناروشنیک میزنن و میآورند و از طرفی دستبند را در بطری تپلینی میزنند و ما شاهدی این حادثه بودیم. از کجا پریده میتونید در طریق حالت قضای حاجت نمیمونند برای ناروشنیک را در EVS و در سیزا باز میکنند. خودی شاروخ دستور داده است که ایتریزه پرتویت وقتی که میزنن میکشنش و بگه که خودش پریده خودکشی کرد. 2 کسی دیگر را از وحدت و 7 کیلومتر در تاک زدن و همین خیل کشتن. ما آدمای شاروخ، ما آدمای رستم میگن قانون رو تماما زدگیان، هر کاری خواهند میکنن. بچهای کلوب رو هم میکشند. همین آزاد شرگا بچه گرینی زور بود، او را ای کلوب آوردند و در اویده دوشنبه کشتند. حالا دادار شرگا در زندان یکم سویتسکی سردار اوبنانی پایتخت و حاجی امینجانی سردار اور و خود شاروخ سردار ملیسای دوشنبه ملیساخانه را به قصابخانه تبدیل دادند. اکنون بیننده گرامی این شاروخ وزیر MVD شدنی و رستم رئیس جمهور. حالا اگر اینها به این مقام ها آیند و از این مردم چه خواهد شد؟ نرکبران ها حاکمیت را میگیرند، در سر قدرت نرکبران ها می آیند. بله بیننده گرامی،
اگر بیننده گرامی این اتهام ها درست باشند، پس مسئله تنها یک شخص یا یک گروه نیست. سخن درباره خود نظام می رود، نظامی که باید قانون را حفظ کند، اما امروز زیر سوال قرار گرفته است. آیا واقعا مبارزه می برد یا خود بخشی از مشکل شده است؟ وقتی نام شخصان نزدیک به قدرت در کنار چنین ادعاها ذکر می شوند، جامعه حق دارد بپرسد آیا این همه بدون دانستن و رضایت سطح های بالا امکان پذیر است؟ مواد مخدر نه تنها جنایت بلکه فاجعه ملی است. این زهر آینده جوانان را می سوزاند، خانواده ها را ویران می کند و ملت را از درون ضعیف می سازد. کودکان این ملت را به دام نشأمندی تیله دادن این تنها جنایت نیست، این خیانت نه ملت است. اگر ساختارهای دولتی نتوانند یا نخواهند این روند را باز دارند، پس سوال اساسی به میان می آید: کیست مسئول برای این فاجعه؟ امروز جامعه تنها جواب می خواهد، نه تبلیغ، نه نشان دادهای ساخته، بلکه حقیقت. زیرا هر عملی که به سرنوشت ملت تأثیر می رساند دیر یا زود در نزد قانون، تاریخ و مردم به بررسی کشیده می شود. این سخنان هشدار است. ملت را ضعیف کردن، جوانان را به نشأمندی بردن و قانون را به ابزار منفعت تبدیل دادن عاقبت دارد و آن روزی که حسابات طلب می شود حتما فرا خواهد رسید. بله بیننده گرامی، این بود برنامه مخصوص و ویژه ما در مورد شور موری ها و شاهرخ سعید که چگونه مافیا یا این که گروهی نشع جلابان را تشکیل نموده است با عائله و اولاد امام علی رحمانوف. خب بیننده گرامی، اگر شما هم معلومات دارید و در این باره ها معلومات های میدانید، حتما به اصلاح نویسید و اطمینان کامل داریم که انشاءالله همه آنچه که شما می نویسید پس از تحقیق ها آنها را تقدیم ملت و مردم می گردانیم. ولی شاهرخ باید داند که همه آن کارهای انجام می دهد نهایت خیلی وزمین بر سرش خواهد آمد که آن روز پاسخ نمیتواند بدهد. امیدواریم رستم این همه را میبیند. اگر چند چی بگوییم به شخصی که خودش گفته امام رحمانوف شاه عالم شدنیه دیگه، خودش نرکف بیزنس های خودش نرکمانه، چگونه شاهرخ هم میتواند که منع نماید. خوب بیننده عزیز گرامی، امیدواریم در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی می نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.